هر صبح با خودت یادآوری کن امروز با انسان‌های روبرو خواهم شد، خودخواه، متکبر، کم حوصله یا ناسپاس. آنان بی اندیشه سخن خواهند گفت، بی مهر رفتار خواهند کرد و تنها آنچه به سودشان است خواهند دید. اما باید به یاد داشته باشم آنها دشمن من نیستند، بخشی از نظم طبیعتند و جنگیدن با طبیعتشان جنگیدن با خود طبیعت است. خطاهایشان مرا زخمی نمی کند مگر آنکه اجازه دهم شخصیت مرا شکل دهند. من رفتارشان را کنترل نمی کنم، اما پاسخ خود را چرا؟ اگر به تلخی آنان تلخ شوم، آنها دوباره پیروز شدند، این بار با عملشان و بار دیگر با واکنش من با عقل رفتار خواهم کرد نه با خشم. زیرا چه معنایی دارد که از کسی عصبانی شوم که هنوز نیاموخته چگونه در کنار دیگران زندگی کند. زیستن میان انسان‌ها یعنی تاب آوردن، آموختن و بخشیدن. بگذار افتخار من این باشد، نه سختی دل بلکه فهم، نه غرور بلکه آرامش. درسی داستان تمرین کن بین تحریک و پاسخ فاصله بسازی. این فاصله قلمروی آزادی توست. هرچی این فاصله بزرگتر شود شخصیتت عمیق‌تر می شود. انسان قوی کسی نیست که جهان را ساکت کند، کسی است که در هیاهوی جهان درونش را ساکت نگه دارد.